کورای داخلی تاجیکستان از هلاکت 3 نفر در 3 صدمه روزهای 14 و 15 اکتبر خبر داد. از جمله 14 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 18:40 دقیقه راننده автомашین تمغه خوندای سناتا اسماعیلوف ابراهیم سال تولدش 1973 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت شهر دوشنبه در حدود دهه کمانگران از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به پایه بتونی نقطه فروش سوزشواره سوراب برخورده چپ شده است. در نتیجه خود راننده و مسافرش رؤوف و مکرمه سال تولدش 1957 ساکن شهر دوشنبه جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. مسافر دیگر فیضی و جمیله سال تولدش 1961 ساکن شهر دوشنبه جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 14 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 18:00 دقیقه راننده автомашین تمغه کماز اسایف عین‌الدین سال تولدش 1978 ساکن نویه فرخور در حدود جماعت دیهات وطن همین نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده نابالغ غزلزاده مهراب سال تولدش 2011 ساکن نویه مذکور که در بالای کپروک دیه سواره دوچرخه بود پخش نموده است. در نتیجه نابالغ غزلزاده جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 15 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 16:45 دقیقه راننده автомашین تمغه مرسدس بنز بیوتوف شیرزاد سال تولدش 1996 ساکن نویه کوشانیان هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر بختر در حدود جماعت دیهات غلاوآباد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ دولت و درخشان سال تولدش 2013 ساکن دیهه دهنه نویه خراسان را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ دولت و جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است.